عجیب و غیر قابل باور غزال نایت با دوست پسرش در کشور کانادا. غزال نایت بالاخره از دنیای مجردی خداحافظی کرد. همسر غزال نایت کیست؟ وی چرا دیگر به کارهای هنر موسیقیش نمی‌پردازد؟ گفتنی‌های تازه درباره زندگی جنجالی غزال نایت در کشور کانادا و رقابت وی با هنرمندان افغان. اما با کیها؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوستای تازه کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. غزال نایت هنرمند جوان، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان هنرمندان افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. غزال نایت کارهای هنر موسیقیش مورد حمایت گسترده افغانها و جامعه هنری افغانستان قرار گرفته است. مدت 14 سال می شود غزال نایت آهنگ می سراید. آهنگهایش موج حمایت ها را در میان مردم افغانستان به همراه داشته است. این همه در حالی است که غزال نایت در ابتدای کارهای هنریش به شکل پنهانی آواز می‌خواند، اما بعد از آن که وی مشهور شد، هنر موسیقیش را در کشور کانادا به طور رسمی برملا ساخت. تازه تصاویر این هنرمند در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی برای بار دوم در کشور کانادا نامزد شده است. همسر دوم غزال نایت تا کنون به طور رسمی در صفحات مجازی چهره‌اش بیان نشده است، اما غزال نایت در تازه ترین ویدیو با وی می رقصد که این ویدیو در میان مردم افغانستان موج انتقادات را به همراه داشته است. ولی غزال نایت هنرمند جوان کشور است که همیشه در رقابت و هنرمندان افغان دیگر بوده است، ولی هر انسان خودش میداند و زندگیش. ما در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از غزال نایت خواهیم بود. دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان غزال نایت به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.